مرکز بهایی در سنوزه و هر جایی که ما زنگ زدیم اینا قبول نکردن که بیان سر مقام زن در تمپل بهای چی کنن. ما گفتم من بر شما صبح زنگ میزنم. من همونجا ششتم پیش خود فکر کردم که من باید قاضی مردم نباشم که اینا چی کردن به پیغمبر و اینا چی کردن به اسلام. من امروز در یک دموکراسی زندگی میکنم. ما باور بکنین من همونجا رفتم و حضرت بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها را معرفی کردم. یعنی باور کنین که 6 نفر بر من در خانه زنگ زد که ما اید نمیفهمیدیم که اسلام به زن اینطور یک موقف میده یا اینطور یک موقف داده و اینجا دموکراسی است. قرآنیون هستین، حدیث قبول دارین ندارین نمیفهمم. ما باید نمیره یاد بگیریم چطور یکی دیگه خود قبول کنیم و یکی دیگه خود احترام کنیم. ضرور نیست که عقاید یکی دیگه خود احترام کنیم، ضرور نیست که عقاید یکی دیگه احترام کنیم و یکی دیگه خود حمله نکنیم و یکی دیگه کافر بگوییم. امروز ما مسلمانای عیسوی داریم، یک وبسایت است afghanchristian.com. لذا در اینجا خوار برادر عزیز هر چی که هستی یک موضوع شخصی خودت است. هیچ وقت کوشش نکن که عقاید خود سر ما بقبولانی یا ما عقاید خود سر شما بقبولانم. ابدا نه. خودت به قسم خدا را میشناسی از طریق هایی که میفهمی، ما به قسم خدا را میشناسم از طریقی که میفهمم و مردم همچنان آزاد هستند. بعضی که در دین و خداپرستی زور نیست، اجبار نیست. این به دل خود قبول کردیم اسلام. لا اکراه فی الدین معنیش نیست که چیزی که شما میگین ما رو قبول کنم در تاریخ یا در دین یا در تفسیر یا هر چی که است و چیزی که من میگم شما رو قبول کنین. نه، ما همین چیزی که یاد گرفتیم در 33 سال برای شما پیشکش میکنیم. شما حق دارین که چیزا رو قبول کنین، شما حق دارین بگوین که نه ما دکتر یونس استدلالش قبول نداریم و این حق مدنی شرعی قانونی شماست. در یک نظام دموکراسی براستی